Em um mundo em conflito, em constantes transformações, é muito importante que a gente consiga acessar a verdade. Nem sempre a gente vai encontrar essa verdade nos noticiários. Muitas vezes a gente vai ter que ir para além dos caminhos convencionais. A gente sabe que a história e a construção ideológica muitas vezes tentam pintar forças que estão cometendo opressões como bonzinhos e fazem isso através de várias formas, inclusive a partir de uma informação fabricada tanto a partir da história como dos fatos recentes. E para que a gente consiga se aprofundar no que é a história dos povos e verdadeiramente o que acontece no mundo hoje, eu estou aqui com o senhor embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil, senhor Abdullah Nekumen. Muito prazer, senhor embaixador. Eu agradeço muito pelo senhor estar fazendo essa entrevista. Eu tenho certeza que o público brasileiro quer muito saber o que está acontecendo nesse momento. E eu queria começar fazendo exatamente essa pergunta para o senhor. As pessoas estão chocadas vendo um genocídio contra o povo palestino e que agora escala para um ataque direto à República Islâmica do Irã. Como o senhor e o país que o senhor representa interpretam esse momento? Bismillahirrahmanirrahim. خیلی خوشحالم که شما رو بعد از این سفر سختی که با کشتی مدلین داشتید و به طور سالم اینجا همراه خودمون داریم. تصاویر موقعی که در فرودگاه بعد از بازگشت فرزندتون رو در بغل گرفتید رو دیدم. خیلی لحظات احساسی و نابی بود. برای من هم باعث افتخار هست که در کنار یک برزیلی مدافع حقوق مظلومین در فلسطین و کسی که حاضر شد جون خودش رو به خطر بیاندازه برای اینکه کمک‌هایی رو به مردم غزه برسونه هستم. قطعاً این اقدام شما به عنوان یک اقدام در تاریخ برزیل به عنوان مردمی که مدافع مظلومی در جهان هستند ثبت خواهد شد. در مورد این حمله و تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران هم باید به شما تصویری از اون فضایی که در ایران شکل گرفت در ساعات اولیه رو ترسیم بکنم. شما تصور کنید که در یک روز شنبه به همراه خانواده‌تون در طول روز رفتید، کارهای مربوط به آخر هفته‌تون رو کردید، خریداتون رو انجام دادید، کارهایی که لازم بوده رو پشت سر هم گذاشتید و بعد اومدید منزل. شب در حال استراحت هستید. فردا روز یکشنبه یه روز تعطیل هست که برای اونم برنامه ریزی کردید که از اون استفاده های خودتون رو داشته باشید. خصوصا اگر روز دوشنبه بعد از تعطیلی یکشنبه هم یک عید بزرگی در کشورتون باشه، به نحوی که مردم حتی برای اینکه بعضی از مراسم‌های خیلی مهمشون مثل عروسیشون رو بگذارن برای اون روز یک سال و یا چند ماه صبر میکنن تا از اون روز برای این کار استفاده کنن. مردم بیشماری در ایران خودشون رو آماده کرده بودن که در روز بعد از وقوع این اتفاق مراسم‌ها و جشن‌های عروسی و مراسم‌های دیگه خودشون رو برگزار کنن. با این مقدمه شما تصور کنید که شنبه کاراتون رو انجام دادید، اومدید در منزل خودتون در حال استراحت هستید. ساعت 3:30 بامداد یه دفعه با صدای انفجارهایی مواجه میشید. این در شرایطی هست که شما با فاصله 2 روز بعدش قرار هست که برای ادامه مذاکراتتون با طرفهای خارجی ششمین دور مذاکرات رو در کشور دیگری انجام بدید. یعنی همه چیز آماده برای اینکه شما در یک وضعیت آرامش و اطمینان خاطر به همراه خانواده‌تون باشید. ولی شما به طور ناگهانی در ساعت 3:30 بامداد در حالی که در منزلتون در حال استراحت هستید مواجه میشید با انفجاراتی که در داخل اتاق شما در محل خواب شما رخ میده و متاسفانه این باعث شد که جمعی از
ایرانی هایی که غیر نظامی بودند و یا نظامیانی که در حالت سیویل و در خانه های خودشون در حال استراحت بودن به شهادت برسن. به هر حال این هجوم نظامی غیرقانونی و خشونتبار باعث شهادت جمعی از مردم ایران و انهدام برخی از امکانات نظامی ایران در همون ساعات اولیه شد. البته رژیم صهیونیستی تصور میکنه که یک موفقیت بزرگی کسب کرده با کشتن فرماندهان نظامی در ایران، در حالی که حتی بر اساس قوانین و حقوق بین الملل نظامیان در شرایطی که در وضعیت غیر نظامی هستند و به ویژه وقتی که در منازلشون به همراه خانواده هاشون و در شرایط غیر جنگی، اینها هم مثل مردم در شرایط سیویل زندگی میکنن. تصور اونا این بود که با زدن سر مقامات نظامی ایران میتونن موفقیت هایی رو کسب کنن، ولی در فاصله کوتاهی با تدابیری که رهبری ایران داشت، در فاصله کمتر از نصف روز فرماندهان جانشین تعیین شدند و در فاصله کوتاهی بر اساس منشور سازمان ملل و حقی که به کشورها در دفاع مشروع میده، ما شروع کردیم به مقابله و پاسخگویی به رژیم صهیونیستی. و تمام خواسته ایران در طول این جنگ و جنگ‌های تحمیلی سابق این بوده که از جان غیر نظامیان همیشه دفاع کنه و مراقبت داشته باشه از اینکه هیچ غیر نظامی در جریان این اقدامات نظامی آسیب نبینه. این دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نه بر اساس دیدگاه سیاسی، بلکه یک اصول اعتقادی و انسانی است. به همین دلیل ما حتی در شرایط جنگ تحمیلی 8 ساله از سوی صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، به ایران، هیچگاه در استفاده از تسلیحات زمینه ای رو برای اینکه مردم غیر نظامی کشته بشن رو فراهم نکردیم و در این جنگ هم، در این پاسخگویی مشروعی که حق ماست برای دفاع از خودمون، هم نهایت دقت رو برای اینکه فقط مناطق نظامی و مناطقی که در عمل متقابل از بخش‌های اقتصادی و فنی از سوی رژیم صهیونیستی در ایران مورد حمله قرار گرفته رو مورد حمله قرار بدیم. دقیقاً برخلاف اقدامات خشونتبار و غیر انسانی که رژیم صهیونیستی در زدن مردم عادی، کودکان، زنان، حتی آمبولانس های حمل بیماران از خودش در همین روزهای گذشته نشون داد. این نوع مواجهه ما برگرفته از یک تاریخ و تمدن چند هزار ساله و نمونه‌های بزرگی از کمک‌هایی که در طول تاریخ ایرانی‌ها به مجامع مختلف، انسان‌های مختلف، ادیان مختلف از خودشون نشون دادن هست. حتما شما داستان کوروش کبیر و نوع مواجهه او با اسیران یهودی رو در هزاران سال قبل شنیدید. در یک تاریخ 2500 سال قبل کوروش کبیر کمک کرد به آزادسازی برده‌های یهودی از دست بابل. ما همین الان در ایران یه اقلیت یهودی داریم که خیلی به سهولت در کنار مردم ایران در حال زندگی هستند، در کنار مسلمانان، مسیحیان، زرتشتی‌ها و یک
همزیستی مسالمت آمیز ادیان رو ما در ایران شاهدش هستیم. حتی این اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی که بالاترین رکن تصمیم گیری و قانونگذاری در ایران هست دارای نماینده هستند و قانون اساسی ما صرف نظر از تعداد اقلیت‌ها برای هر اقلیت دینی یک کرسی پارلمانی رو در مجلس اختصاص داد. و همین جهت ما یک مردمی هستیم که زندگی ما بر اساس همزیستی مسالمت آمیز با ادیان و دیدگاه‌های مختلف شکل گرفته و در طول تاریخ همین رو نشون دادیم و مخالفت ما با رژیم صهیونیستی نه به خاطر دیدگاه‌های یهودی بلکه به خاطر دیدگاه‌های افراطی و خودخواهانه یک حزب سیاسی حاکم بر اسرائیل هست. سخنگوی وزارت امور خارجه ما روز گذشته به اتفاق رهبران مذهبی یهودی با همدیگه رفتن در بیمارستان‌ها و از مجروحین این حمله تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی در بیمارستان‌ها عیادت کردند. Embaixador, o senhor estava explicando sobre os ataques sionistas ao Irã. No entanto, a imprensa mundial, sobretudo nos Estados Unidos e no norte global, trata como se fosse o contrário, como se o Irã fosse uma grande ameaça, uma ameaça nuclear à paz do mundo, e que Israel fosse uma nação pequena, indefesa, cercada por vizinhos hostis. Eu tinha 16 anos quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, mentindo, dizendo que ali haviam armas de destruição em massa. O senhor acredita que essa fabricação da imprensa do Irã enquanto ameaça nuclear também tem esse mesmo objetivo de justificar um envolvimento dos Estados Unidos e uma invasão de larga escala à República Islâmica do Irã? E eu te pergunto isso porque, embora o Irã não tenha uma única arma nuclear, Israel tem de 80 a 400 ogivas nucleares, nunca permitiu uma única inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, se recusou a assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas, ataca todos os seus vizinhos e comete um genocídio contra o povo palestino e ainda assim tenta colocar que o Irã é a ameaça à paz mundial. Como o senhor interpreta essa ação midiática de tentativa de fabricar um consenso a um ataque ao povo iraniano? خیلی متشکر. ببینید شرایط حاضر با شرایط دوران حمله به عراق بعد از عملیاتی که صدام حسین در کویت داشت تفاوت‌های زیادی کرده. در اون زمان فقط رسانه‌های جریان اصلی در جهان بر افکار عمومی حکومت می‌کردند و هیچ صدای دیگری قدرت پژواک نداشت. ولی در شرایط حاضر و در جریانات مربوط به غزه شما شاهد بودید که شبکه‌های اجتماعی، انسان رسانه‌ها و همه این ارتباطات در یک تقابل جدی با رسانه‌های جریان اصلی جهان قرار گرفتند. یک رقابت بسیار جدی و تاثیرگذار به نحوی که حتی در پایتخت‌های غربی و شمال جهانی تعداد بسیار زیادی از مردم تحت تاثیر همین شبکه‌های اجتماعی به خیابان‌ها اومدن و علیه رژیم صهیونیستی و همه حامیان اون اعتراضات خودشون رو به طور جدی اعلام کردند. الان هم در جریان تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی که از لحاظ حقوق بین الملل به عنوان Act of Aggression شناخته میشه، همین وضعیت در جهان وجود داره. رسانه‌های اصلی من میتونم به شما بگم که در جریان اخیر تحت تأثیر فضای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتن
یعنی رسانه‌های جریان اصلی دیگه مثل سابق نمیتونن تمام واقعیت رو به نحو دیگه‌ای جلوه بدن، چرا که افکار عمومی در جهان به روزنه‌هایی از روشنایی و دسترسی به اخبار و تحولات واقعی دست پیدا کردن. همینجا من لازم میدونم از رسانه‌های برزیلی به خاطر حفظ توازن خبری و تعهدی که در اطلاع رسانی متوازن از خودشون در این روزها نشون دادن قدردانی بکنم، به رغم اینکه اطلاع دارم که به شدت تحت فشار از سمت رسانه‌های جریان اصلی بین المللی قرار دارن و همینطور از داخل برزیل هم بخشی کوچک هستند که اونها رو در یک فشاری قرار میدن که اخبار رو به سمت تمایلات اونها به مردم ارائه کنن. همینطور از این فرصت میخوام استفاده کنم از فعالان سیاسی، نخبگان سیاسی، احزاب در برزیل هم تشکر و قدردانی خودم رو داشته باشم، به خاطر اینکه با یک ذکاوت سیاسی تشخیص دادن که موضوع این تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به ایران یک موضوعی در سطوح خیلی بالای انسانی و حقوق بین الملل هست و اجازه ندادن که این موضوع به سطح رقابت‌های سیاسی بین احزاب در داخل برزیل تقلیل پیدا کنه. از چه نظر سطح این موضوع خیلی بالاست؟ یک دلیلش این هست که رژیم صهیونیستی به عنوان یک موجودیتی که حتی عضو NPT نیست، به یک کشوری که عضو NPT هست و دارای فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای هست به طور مستقیم حمله کرده. سیاسیون باهوش میدونن اگر در مقابل این اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی و بی‌اعتنایی به مقررات و حقوق بین الملل سکوت کنند، این اقدام در آینده میتواند از سوی کشورهای دیگری هم رخ بده و این یک خطر برای انسانیت، برای محیط زیست و برای زیست انسانی است. همینطور که روح لطیف و پر احساس برزیلی نمیتونه بپذیره که کشتار جمعی از انسانهای بیگناه، غیر نظامی، کودکان، زنان، پیرمردها، غیر نظامی ها دستخوش رقابت‌های سیاسی در این keshwar قرار بگیره. Obrigado, embaixador. O senhor estava falando sobre a questão da crueldade do regime sionista. E, de fato, Israel comete genocídio e limpeza étnica há 8 décadas contra o povo palestino, se estruturou em um estado de colonização e apartheid terrível contra aqueles povos da região e liderado por essa ideologia racista e supremacista que é o sionismo, que coloca Gaza sobre 18 anos de um cerco ilegal e que nesse momento escalou esse genocídio há 21 meses com tamanhos crimes de guerra e tantas violações que chocam o mundo. A República Islâmica do Irã sempre teve por princípio o apoio ao povo palestino. Inclusive, muitos dos ataques que Estados Unidos e Israel cometem contra o Irã têm a ver com o fato do Irã nunca ter abandonado a causa palestina. Eu queria perguntar ao senhor que o Brasil já fez parte de uma missão de paz na Palestina e na região do Canal de Suez e da Península do Sinai em 1956, quando foi criada uma missão de paz para impedir os ataques de Israel ao Egito e ao povo palestino em Gaza. Como o senhor interpreta o fato da maior parte dos países do mundo não estarem conseguindo fazer o suficiente para deter o genocídio
e a República Islâmica do Irã, as demais organizações do eixo da resistência, terem sido as organizações que de fato se colocaram ao lado do povo palestino nesse momento, junto com bilhões de pessoas no mundo que também tentaram apoiar da forma که puderam o povo palestino. ببینید در مورد اون نگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران به بحث ظلم و ستمی که از سوی رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین روا داشته میشه باید یه نکته ای رو بیشتر توضیح بدم و اون این هست که متاسفانه در سطوح جهانی تصمیم گیرانی هستن که تمام آمال خودشون رو در حوزه حمایت از رژیم صهیونیستی قرار دادن و به نوعی یک در هم تنیدگی بسیار پیچیده بین دیدگاه‌های این رژیم صهیونیستی از یک سو و دیدگاه‌های قدرت‌های استعمارگر و استکباری از سوی دیگه شکل گرفته و اینها در شرایطی قرار گرفتن که شرط بقای هر کدوم در حفظ و بقای این یکپارچگی بین صهیونیست‌ها و مقامات این کشورهای استکباری و استعمارگر هست و با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای هر کسی رو که در جهان در مقابل این دیدگاه می ایسته رو با انگ آنتی سمیتیزم اونها رو سعی میکنن که به کناری بگذارن، در حالی که الان در جهان انبوه مردم، افکار عمومی در جهان با صراحت اعلام میکنن که ما هیچ مخالفتی و هیچ جهتگیری در جهت مقابل یهودیت در جهان نداریم، بلکه تقابل ما با این دیدگاه سیاسی صهیونیست هاست و همینطور تقابل مردم در دنیا با نادیده گرفتن حقوق یک مردمی هست که در سرزمین‌های اصلی خودشون زندگی می‌کردن، اونها رو با کوچ اجباری از سرزمین‌های خودشون دور کردن و مردمی رو از جاهای دیگه آوردن به اونجاها در قالب شهرک‌ها اونها رو اسکان دادن و برای خودشون یک دولتی رو تشکیل دادن و هیچ حقوقی رو هم حتی برای ساکنین اصلی اونجا قائل نیستن. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران یک پیشنهاد عملی و قابل اجرا برای اینکه از این وضعیت فاصله بگیریم رو از چند سال گذشته مطرح کردیم و این پیشنهادمون رو هم در سازمان ملل متحد ثبت کردیم و اون این هست که همه ساکنین اصلی سرزمین‌های فلسطین، اعم از مسلمانان، یهودی‌ها، مسیحی‌ها، دروزی‌ها، هر کسی که در این سرزمین اصالتاً زندگی می‌کرده در یک رفراندومی شرکت بکنه و حکومت، دولت، نظامی رو که میخواد برای اون سرزمین حاکم باشه رو تعیین بکنه. به هر حال این وضعیت نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه به شکلی که مردم صاحبان اصلی یک سرزمین در تحت ستم، گرسنگی، کشتار، زندان، شکنجه قرار بگیرن و باید حتما برای این یک راه حلی پیدا کرد. Embaixador, o senhor muitas vezes falou sobre o papel do Islã na promoção da paz e da justiça. Eu gostaria de perguntar ao senhor qual o papel que o senhor acredita que deveriam ter pessoas que nesse momento estão preocupadas com a guerra e que sonham em um planeta de paz, de bons conviveres, onde haja justiça social
e onde as pessoas possam viver em liberdade. O que o senhor acredita que quem sonha com a paz no mundo deve fazer nesse momento? ببینید دیدگاه‌هایی که در اسلام مطرح شده دیدگاه‌های مبتنی بر روابط انسانی و ارزش‌گذاری برای انسانیت هست. ما در اسلام اعتقاد داریم که انسان خلیفه خداوند در زمین است. یعنی ارزش انسان در سطح خداست. البته این نگاه مشترک تمامی ادیان الهی هست که احترام به انسانیت و تک تک انسانها در ادیان الهی براش اهمیت قائل شده شد. شما نمیتونید با نام یک دین و ارتباط یک دین با خداوند بخشی از مردم رو در بدترین شرایط در یک سرزمینی به شکنجه، به گرسنگی، به نبود امکانات بهداشتی محکوم کنید. اون بچه کوچکی که در غزه ظرف غذا رو تو دستش میگیره، ساعتها منتظر میمونه که یک لقمه غذا بتونه پیدا بکنه، هم یک انسانه و جانشین خداوند در زمینه. هیچ کسی در جهان اجازه نداره خودشو انسان بنامه ولی انسانهای دیگر رو در این شرایط قرار بده. مشکلاتی که ما با رژیم صهیونیستی داریم توی این منظومه فکری هست. ما خواهان احترام به انسانیت هستیم، اونها بخشی از انسانها رو قابل احترام نمیدونن و منافع سیاسی و حزبی و قبیله‌ای خودشون رو میخوان حاکم کنن بر مردم جهان. این همون چیزیه که مردم جهان نشون دادن که این رو رد میکنن. جمهوری اسلامی ایران هم افتخار میکنه به این که دیدگاهی اصولی در حمایت از انسانیت داره و برای این دیدگاه اصولیش هم حاضر هر بهایی رو بپردازه. به امید روزی که انسانیت به همون اندازه‌ای که از دیدگاه الهی و خداوند ارزش داره در بین انسانها هم از همون ارزش و بها برخوردار باشه. در اون شرایط نه استعمار هست، نه آپارتاید هست، نه استثمار انسانها هست. همه چی bar paiye احترام به انسانیت خواهد. Embaixador Abdala, eu queria dizer que foi primeiro uma honra estar com o senhor. Eu queria dizer que a maior parte da população brasileira, que é solidária ao povo palestino, também compreende que a agressão ao Irã é inaceitável nesse momento e pode ter certeza que do povo brasileiro vai ter muito carinho, muita vontade de paz e muita vontade de ver a solidariedade entre os povos. O povo brasileiro tem um histórico de ser muito solidário, inclusive de ter ótimas relações com a República Islâmica do Irã e com todos os países daquela região. Eu espero que em breve a gente possa dar notícias de que a paz está sendo construída. Para isso a gente precisa enfrentar os inimigos da nossa geração, assim como outras gerações derrotaram o apartheid na África do Sul, derrotaram o nazismo, o fascismo. A gente tem que ter coragem nesses momentos das grandes batalhas do nosso tempo. Eu agradeço muito ao senhor pelo tempo, eu tenho certeza que essa conversa abre muitos horizontes para a população brasileira, que infelizmente não tem o acesso à verdade do que acontece se depender dos veículos comuns. Então, agradeço essa oportunidade, conte conosco no que depender de nós para transmitir informação livre e desejo um grande abraço e toda a força a cada pessoa que está em Teherã, que está em Isfahan, que está em Qom, qualquer cidade da República Islâmica do Irã, assim como qualquer pessoa que está na Palestina, no Líbano, no Iêmen, na Síria, em qualquer outro país que é vítima do imperialismo e do sionismo. Eu tenho certeza que o futuro vai poder contar essa história como uma história de libertação, de um grande mal,
que felizmente os povos do mundo estão acordando para a necessidade de derrotá-lo. Muito obrigado, senhor embaixador. Você passa. Thank you.